رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی خرمی سفری کاری انجام داد. در درآمدگاه شرقی شهر پنجکند باز یک نقطه زمانوی فروشی سوزشواری گشوده شد. کاروان بانوان وحدت‌زرا با افسران و سربازان قسم سرحدی 0203 ملاقات داشتند. با اقدام صاحبکاران و ساکنان دهه میندانه کارهای آبادانی وسعت می‌یابد. یکی از ادیبان شناخته ادبیات معاصر تاجیک احسان یوسفخان از عالم درگذشت. در جریان سفری نوبتی کاری با جماعت دهاتی خرمی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده نخست در دهه سریکمر مرکزی دندان پزشکی را مورد استفاده قرار داد و ساکنان این دهه را با این رویداد مهم که از انشاءات جشنی به شمار می رود صمیمانه تبریک و مبارکباد گفت و تاکید کرد که این انشاءات برای تشخیص و طبابت ساکنان دهه سریکمر و در مجموع جماعت دهاتی خرمی اهمیت بسا کلان دارد. در مرکز دهه سریکمر با اقدام صاحبکار عظمت مصطفی قلوف یک مجمع خیلی زیبا بنیاد می شود که آن از سرتراشخانه، کارگاه دوزندگی، مغازه و دیگر مرکزهای خدمت رسانی عبارت بوده. در اینجا 10 نفر با جای نوی کاری تامین می شوند. تاکید شد که عین زمان در اینجا کارهای آرایشی ادامه یافته روزهای نزدیک مورد استفاده قرار داده می شود. رئیس شهر در جریان شناسایی با فعالیت ساحه‌های کشاورزی جماعت دهاتی خرمی از خواجگی کاپراتیوی و تجارتی شینگک بازدید به عمل آورد. با رئیس شهر اطلاع دادند که در این خواجگی عین زمان تربوز پرورش یافته همزمان کشت کارتوشکا در عرفه انجامیابی قرار دارد. همزمان از طرف رهبریت و متخصصان این خواجگی تجارتی و کاپراتیوی یک کارخانه زمانوی بنیاد شده است که آن می تواند برای تامین ساکنان جماعت دهاتی خرمی و بازارهای شهری پنجکند با محصولات تر و تازه در فصلهای زمستان نقشی کلان گذارد. در جماعت دهاتی خرمی رئیس شهر با منزل سابقه‌دار ساحه معارف بابای خدایبردی تشریف آورده با او یک ملاقات خیلی صمیمانه انجام داد. تاکید شد که این آموزگار شناخته 40 سال به خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه آزادگان درس معرفت و تربیه بلند داده است. رئیس شهر با آموزگار تحفه ها تقدیم کرد و همزمان او از توجه رهبریت دولت، ولایت و شهر پنجکند اظهار منتداری کرد و اطلاع داد که با مصلحت او فرزندان با دستکاری شریکان رشد در قطعه نزد حولگیش کارخانه عائلوی ساختند و از حاصل پمیدور و بادرینگ و کبودی ها همه فصل سال بهره میبرند. رئیس شهر این اقدام سابقه‌دار ساحه معارف خدایبردی بابایف را خیلی خوب و سازنده ارزیابی کرد. مورد ذکر است که با اقدام صاحبکاران و ساکنان دهه‌های آزادگان و شینگک جماعت دهاتی خرمی تعمیر و آبادانی و منفرش‌کنی راه‌های بین دهه‌ها با موفقیت جریان می‌گیرد. الکی کارهای منفرش‌کنی در دهه‌های آزادگان و شینگک ادامه یافته از روی اطلاع مسئولین بین این دهه‌ها همه راه‌ها منفرش می شود و آن به 10 کیلومتر رسانیده می شود. با اقدام صاحبکار خوشناز خالمراد و در دهه
озодагон як майдончаи варзишӣ бунёд мешавад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо варзишкарон як суҳбати самимона анҷом дод. ӯ таъкид кард ки бояд дар ҳар як деҳаи ҷамоати деҳоти хурмӣ иншооти варзишӣ, муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ сохта шавад ва ҳамзамон мардум барои ободонии деҳоти хеш аз ҷумла таъмиру мунфазкунии роҳҳо саҳми арзандаи худро гузоранд. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки айни замон бунёди коргоҳҳои дӯзандагӣ ҷараён гирифта барои таъмиру боз ҳам зебосохтани бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-уми деҳаи озодагон тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. дар канори шоҳроҳи Панҷакент айни нуқтаи нави фурӯши сӯзишворӣ ва маркази хизматрасонии техникӣ ба нақлиёт бо номи шоҳроҳ мавриди истифода қарор дода шуд. дар маросими кушодашавии он раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иштирок дошт ва таъкид намуд ки мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур мардум ба дастрасӣ ба сӯзишворӣ босифату тарзи хизматрасонии замонавӣ мусоидат менамояд. бояд гуфт ки нуқтаи нави фурӯши сӯзишвориро соҳибкор Абдусаттор Рӯҳулов бо тарҳу намои муосир бунёд карда 6 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. қайд карда шуд ки маҳз бо дастгирӣ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва имтиёзҳои фароҳам овардаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми манотиқи мамлакати азизамон хоса шаҳри босонияи Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома ёфта ба намои шаҳр ҳусни зебову дилоро зам мекунад. طبق نقشه شعبه کار با زنان و عالی نزد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر با مقصد شهر و اعضای قانونها ترغیب وحدت، دوستی، صلح و امنیت گروه زنهای وحدت سرا فعالیت می‌نمایند. ملاقات نوبتی با عنوان وحدت سرا در قسم سرحدبانی 0203 شهر پنجکند برگزار شد. از طرف گروه با عنوان وحدت سرا برای افسران و سرحدبانان یک مقدار مواد خوراک پیشنهاد کردند. مدیر شعبه کار با زنان و عالی نزد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند همزیر زمان و افسران و سربازان اوید به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان افتخار و دوست داشتن وطن عزیز اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان سخن گفته آنها را به زیرکی سیاسی و به حمایت مرز و بوم وطن هدایت نمودند. برای تشکیل این ملاقات تقدیم تحفه‌ها قماندان قسم نظامی 0203 با رهبریت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند از جمله به شعبه کار با زنان و عائله عرض سپاس کرد. سپس گروه مادران وحدت سرا با عیادت رئیس جماعت دهات سرز به منزل دلنواز سلطان و تشریف آورده به او شفای کامل تمنا نمودند. گزارش دلشاده حلیمова و طلبشاه توشف. با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها در شهر و دهات پنجکند ساخته به استفاده دادن یک قطار انشاءات ها به قید گرفته شده اکثریتشان در خدمت ساکنان قرار دارند. در این روند برای در سطح بلند گذرانیدن این جشن باشکوه ملت یگان فردی به ناموس کشور را بی‌طرف نمیگذارد. این بود که در دهه میندانه جماعت دهاتی یاری با جلب صاحبکاران وطنی اسکندر حمیدوف، عمریجان براتوف، عبدالرحمن بابایوف و اهل دهه یک چاه عمودی کافته به استفاده داده شد که این امکان می‌دهد مشکل ساکنان را که به تنقیصی آب پالیزی و نوشاکی دچار بودند آسان سازد. دهه ما جزء از 500 خانگی واقعا میاد که اگر همین صاحبکارا همین خدمت همین مهنت و این همین کارا ما بسیار از اون می‌کنیم بسیار رئیسی شهر همین خدمت کارگی و مینادار هستیم. باید قید کرد که در دهه میندانه
زیاده از 350 خواجگی عمر به سر میبرد که شغل اساسیشان کشاورزی میباشد و این کار خیری صاحبکاران امکان میدهد که قطعه‌های نزد حولگیشان را نیز ثمرناک استفاده برده از یک زمین دو حاصل به دست آورند. ما مردم دیهه مندانه جماعت یاری تصمیم گرفتیم که با یاری صاحبکاران اهل جماعت قشلاق برای کماب بودن دیهه‌مان چاه عمودی کنده از آن آب براریم و این روزهای نزدیک عملی شد. ساکنان مهنتکش و باور دهه مندانه جماعت دهاتی یاری از این کاری خیر و ثواب صاحبکاران منتدار بوده میخواهند در فضای صلح و آسایشتگی کشور در قطار دیگر شهروندان با شکرگزاری از سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامالله رحمان 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را پیشواز گیرند. ما باوری داریم این کار خیر را دیگر صاحبکاران نیز ادامه میدهند. گزارش غیب‌الله محمدیوف، طلبشاه، تاشف. ادبیاتی معاصر تاجیک تلفاتی کلان داد. سنه 28 ایولی سال 2025 یکی از نویسندگان شناخته ادبیات معاصر تاجیک، روزنامه‌نگار، آموزگار، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، علوچی فرهنگ و مطبوعات تاجیک احسان سبحان در سن 79 سالگی از عالم درگذشت. سنه 29 ایولی سال روان مراسم جنازه و دفن روانشاد نویسنده شناخته احسان سبحان در زادگاهش دهه کاسه تراش با اشتراک صدها نفر ساکنان جماعت دهاتی کاسه تراش، همه جماعت های دهاتی پنجکین، مرکز شهر، شهرهای دوشنبه، خوجند و دیگر منطقه های تاجیکستان برگزار گردید. در جمامد ماتمی تاکید گردید که شادروان احسان سبحان 17 مارس سال 1946 در دهه کاسه تراش چشم به عالم هستی گشوده پس از ختم مکتب میانه تحصیلات خویش را در آموزشگاه آموزگاری شهری پنجکین و پس آن در فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه بخشیده فعالیت کاری خود را نخست در نشریات عرفان و سراداره سری دولتی مطبوعات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز بخشید. سپس روانشاد احسان سبحان چندین سال در مؤسسه‌های تعلیمی جماعت دهاتی کاسه تراش به تعلیم و تدریس شاگردان مشغول شده. سپس با دعوت راهبریت وقتی روزنامه مشهور معارف و مدنیت جمهوری تاجیکستان به این روزنامه به کار دعوت شد و دوام 20 سال فعالیت خویش را همچون خبرنگار، سرمحرر و کارمند ایجادی در این روزنامه ادامه بخشیده. همزمان با تالیف مقاله ها، گزارش ها، یک سلسله حکایه های روانشاد احسان سبحان به انتشار رسید و او ثابت نمود که یکی از حکایه نویسان واقعاً شناخته ادبیات معاصر تاجیک می باشد. پس از سالهای 90 قرن گذشته شادروان به دیار خویش برگشت. در مؤسسه‌های تعلیمی جماعت دهاتی کاسه تراش پیشه پر افتخاری آموزگاری را ادامه بخشید. از سال 1998 تا دوره به نفقه برآمدن در کارخانه مشترک زرافشان همچون مدیر بایگانی فعالیت پرثمر انجام داد. در جمامد ماتمی معاون رئیس شهر پنجکین صبرجان صابرزاده از نام رئیس شهر
عبدالخالق خالقزاده و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین این تلفات را برای اهل خانواده احسان سبحان و همدیاران به بازگشت ارزیابی نموده تسلیت و همدردی رهبریت شهر پنجکین را به اهل خانواده پیوندان و نزدیکان روانشاد بیان کرد و همزمان اظهار داشت که واقعا مقام احسان سبحان همچون نویسنده شناخته در ادبیات معاصر تاجیک ابدا با حرفهای زرین ثبت می شود و مردم پنجکین این نویسنده و روزنامه‌نگار شناخته را هیچگاه فراموش نمی کنند. از ایجادیات او کتاب‌ها و حکایه‌هایش برای خویش سبقی زندگی می آموزند. عضو اتفاق نویسندگان و سازمان روزنامه‌نگاران تاجیکستان همکار شادروان احسان سبحان، روزنامه‌نگار شناخته رادیوی تاجیکستان کریم موسی ضمن سخنرانی خویش با یک لحن خاصه حزن‌انگیز از این همکار و دوست خویش به نیکی یاد کرد و اظهار داشت که نام او همیشه ورد زبانها باقی خواهد ماند. امروز از آسمانی پر از ستاره کاسه‌تراش یک ستاره بزرگ به زمین افتاد. این ستاره بزرگ ستاره شناخته ترین چهره کاسه‌تراش یکی از نویسندگان معروف تاجیکستان احسان سبحان است. سرمحرر روزنامه زرافشان عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان لقمان قربانوف نیز ضمن سخنرانی خویش بار دیگر اظهار داشت که روانشاد احسان سبحان با روزنامه زرافشان ارتباط خیلی ناگسستنی ایجادی داشتند. سالهای زیاد اینجا فعالیت خبرنگاری خویش را ادامه بخشیده در برابر چاپ یک سلسله مقاله و مصاحبه ها چندین حکایه هایشان به انتشار رسید. از نام ساکنان جماعت دیهاتی کاسه‌تراش یکی از چهره های شناخته این دیار سابقه دار مهنت سابقه دار کارخانه مشترکی زرافشان حبیب الله یاروف با رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین یار و دوستان و همه آنهایی که در مراسم جنازه و دفن نویسنده شناخته تاجیک احسان سبحان شرکت ورزیدند عرضی سپاس کرد. پدرشون هم استاد ما بودن، خودشون استاد اکاشون داد، همه اینها حق من پیرزاده میگفتم این سماوات. امروز پیرزادی ما سفر آخرت دارم. فقط از شما در این لحظه ها خواهش میکنم که دست جمعانه دست بردارین به حقشون دعا کنید. همینطور این نویسنده بزرگ را به خاک سپاریدند. در این لحظه ها بیت‌های جاودانه استاد لایق به یاد می آید. یک روز زندگان تو را هم یاد می کنند، قدر تو را شناخته فریاد می کنند.